مردی بود میگد یک زنی خیلی بدکردار داشت و بسیار عذاب میکشید. رفیقهای او از حالت این رفیقشان درکدار شدند و یک جای مصلحت کردند که بر او مصلحت میدهیم تا که این زن را طلاق دهد، زیرا حالش خیلی خراب شده است، چهرهش زرد شده است. نزد این رفیقشان آمدند و گفتند، ای رفیق، گفتند ما درکدار شدیم که تو زنی ناخوب داشتی، ناخوب داری و تو را پیوسته دقت میدهد، عذاب میدهد. چی خوب میشود که از این عذاب با راه طلاق از او خلاص شوی. این مرد چی گفت؟ این مرد مادامی که ایمان کامل داشت و مسلمان بود، گفت این فکر شما هم در خیال من بود، لیکن مرا دو کار نگذاشت که این زن را من طلاق دهم. اول حدیث پیغمبر خدا را خواند. کدام مردی که پیغمبر خدا گفتند صبر علی سوء خلق زوجته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطی ایوب علی بلائه. پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که اگر بر آزار زنش صبر کننده است، خداوند بر او اجر حضرت ایوب را چگونه که در بیماری کشیده بود، در بلا کشیده بود، خداوند بر این مرد نصیب می‌گرداند. حضرت ایوب 8 سال، با بعض روایت 18 سال با پشت در بالای ریگ خواب کردند، بیماری کشیدند. انا همون اجر را پیغمبر خدا گفت بر مرد خدا نصیب میکند که بر فعل بدی زنش صبر کننده است. این مرد گفت من این حدیث پیغمبر خدا را وقتی که خواندم نخواستم که این زن را طلاق دهم، خواستم که با سبب صبری که من دارم خداوند اون اجر حضرت ایوب را در نامه اعمال من کتابت کند. و دوم سببی که مرا نگذاشت که این زن را طلاق دهم، اگر چی زنی بدفعل است، اگر چی زنی بد اخلاق است، بد گفتار است، این است که وقتی این را من طلاق دهم، فردا یک مسلمان دیگر این را در نکاح درآورد و وی مسلمان هم در عذاب گرفتار شود.